محل زندگی من خزانه است، از خزانه اومدم اینجا. چجوری شدش که مامانم مصرف کننده بود، یه جورایی نامزدم هم مصرف کننده بود، یه جورایی سخت بود با یه مش آدم مصرف کننده خیلی وسوسه مسئول من. خودم تو کار پخش مواد بودم ولی لب نمیزدم، مجبور شدم که خودم مصرف کننده شم به اجبار نامزدم. 80% از افرادی که در زمینه تولید، ترانزیت و توزیع مواد مخدر فعال هستند خودشون تو بخش شیشه، البته طبق بررسی هایی که ما کردیم تو بحث باندها و شبکه ها، حتما خودشون آلوده به شیشه هستند و معتاد هستند. زنها هم از این قاعده مستثنا نیستند. یادم بودم داشتم مصرف میکردم، نداشتم اصلا مصرف هم نمیکردم. خودت هم شاید بدونی، نمیدونم، بچه ها گفتن یه دونه کاسب حتما همیشه جنس جلوش هست. منم عمده‌ای کار میکردم، هر موقع میخواستم بود، چون با یه سری آدمان کار میکردم که اصلا خیلی خطرناک بودن. بذارت اینجوری بگم، گفتن توی که تا این راه اومدی باید بقیه‌اش هم بری، راه برگشت نداری. به جز من اصلا 3-4 تا دیگه هم بودن دختر، ما هممونم یه جوری مثلا گیری یه آدمی افتاده بودیم اصلا نمیشه یه جوری از دستش در بریم، چون آدرس خونه و زندگی همه چی رو بلد. مجبور شدم دیگه آخرین بار دیگه خودم گفتم من خسته شدم، بس پام کلانتری باز شد، انقدر آگاهی ریخت کنم یه خسته شدم. خیلی از خانم‌های معتاد نمیخوان این کار رو انجام بدن. تقریبا من به دست آوردم که هیچ کس دلش نمیخواد که چنین کاری انجام بده، اما به خاطر جبری که توش گرفتار میشه و موادی که باید تامین بکنه برای ادامه حیات خودش، مجبور میشه به تنفروش که دیگه جزء ابتدایی ترین کارهاییه که متاسفانه مجبور میشن خانم‌ها انجام بدن و خیلی هم توش غرق میشن. گفتم من میرم کمپ، دوست داشتید بیاید ملاقاتیم. همون جوری هم شد. درست روز تولد 1 ماهگیم با پسر خالم نامزد سابقم اومدن، یه تهدیدکاری شد که من مثلا دوباره با همون پسر خالم دوباره نامزد کنم. منم زیر بارش رفتم، چون اونم الان کاسبه. اون ساقی شده؟ اونم ساقی شده ولی من اصلا زیر بار این حرفاشون نمیرم. خانه افشاری لطف کرد داره کارامو ردیف میکنه، شاید هم از زودتر رفتم از این در بیرون. بیشتر واسه ترسم اینجا. شما یک روز تشریف ببرید در بندهای مختلف زندانهایی که در ایران هستند. متاسفانه شما روبرو میشید با جوانانی که در رفتاری رو در زمان استفاده از مواد انجام دادن، مثلا ارتکاب به قتل کردن، جنایتی رو از خودشون بروز دادن که اصلا خودشون باورشون نمیشه که اونها چنین رفتاری رو انجام دادن و امروز حبس ابد هستند یا منتظر حکم در واقع قصاص هستند. به خاطر چی؟ به خاطر یک بار استفاده از یک موادی که اونها رو از خود بیخود کرده و تمام زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. رابطه، سرقت، قتل عمد، ورود در خانه. من اعتیاد داشتم و مشکلم هم اعتیاد بود، چون خانواده‌ام اصلا، پدرم که فوت کرد موقعی که من دوم دبیرستان بودم با یک دوستم آشنا شدم و گفت بیا بریم خونه ما. بعد منم رفتم اونجا، چون خانواده‌ام اهل هیچی نبودن نمیتونستم من مواد بیارم داخل خونم استفاده کنم. بعد یک مدتی بود رنگم زرد شده بود، خانواده‌ام مثل که فهمیده بودن از اعتیادم. به خاطر همین 2 شب فرار کردم، رفتم خونه یه رفیقام، دیگه معتاد شدم، طاقت نمی آوردم داخل خونه. شب بعد یک چند مدتی بود، 1 سال گذشت که من به اعتیاد رو آورده بودم. با یکی از بچه‌ها که رفتیم بیرون، اونم اومد خونم، با داداشش آشنا شدیم. بعد که آشنا شدیم با هم دیگه باز دوباره رفتیم خونه‌شون. اونجا استفاده مواد کردیم و شیشه. میگم یک پیرزنی طلا داره، برای پول موادم من مونده بودم. میگم طلا داره، بیا با هم دیگه بریم خفش کنیم. اینم میاد، با هم دیگه میریم پیرزن همسایه‌مون خفه میکنیم.
خیلی جوان بود، دختر 20 ساله‌ای بود که هنوزم ازدواج نکرده بود. این کم کم با دوستای نابابی هم که داشته و به هر حال با اون رابطه نامشروعی هم که برقرار کرده بود با یه آقای متاسفانه، یه پیرزنی رو به قتل رسونده بودن فقط به خاطر طلاهاش که بتونن پول اعتیادشون رو در بیارن. الان متاسفانه حکم قصاصش اومده و قصاصش هم تایید شده، باید منتظر باشه و اونطور که مددکارامون هم پیگیری کردن فکر نمی کنم براش رضایت بدن. با یه سری ملاحظات، نظرات کارشناسی که حیثیت افراد حفظ بشه، اون بار اطلاع رسانی و هشدار رو داشته باشه، باید تا حدودی مردم در جریان آثار تلخ و زیانبار این مواد قرار بگیرن. 2 سال قبل در یکی از استانهای کشور ما در مرداد ماه پلیس مطلع شد که یه خانم 44 ساله‌ای با فرزند 25 سالش، سر 25 سالش با هم دیگه زندگی میکردن، سر و صدایی میاد و ظاهرا جنایتی اتفاق افتاده. مراجعه کردم و در یه شرایطی دیدن که این خانم کشته شده و فرزندش هم کنارش هستش که والا حال مناسبی هم نداره. خب این افراد رو منتقل کرد، این فرد رو منتقل کردم به پلیس آگاهی و مورد تحقیق قرار دادم. البته بعد از این اقدامات درمانی اولیه که حالا بحث حالش که مناسب نبود این کارها رو کردن، فرد منتقل شد. وقتی مورد تحقیق قرار گرفت این فرد بیان کرد که قبلا حشیش مصرف میکرده و 3 روز هست که آلوده به شیشه شده و متاسفانه ظاهرا این مادر و فرزند با هم مصرف میکردن و در یه حالی قرار گرفتن. بهش این توهم دست داده که مادرش میگه، خودش میگه من فکر کردم مادرم شیطانه و من خواستم دستش خلاص بشم و این رفتار رو کرده. اگر ما تعدادی از وقایع جناییمون توسط اینها صورت گرفته، این افراد صورت گرفته یا این آلودگی اونها در وقوع این جرم ها نقش داشته، تعدادش در اون حدی نیست که بخوایم بگیم پس همه اینها به اینجا ختم خواهد شد. نه، تعداد کسانی که در بین این جامعه تونستن با اراده قوی، با همت بالا، با کمک اطرافیان خودشون رو از این عرصه، از این ورطه بکشن بیرون، خیلی خیلی بیشتر از مواردیه که منجر به وقوع جنایت شده و این میتونه یه نقطه امید باشه برای اون کسانی که هستن.
پزشکی قانونی مملو از این موضوعات که فرد به علت هذیان‌هایی که ناشی از مصرف مواد محرک مثل شیشه بوده دست به جنایات خیلی سنگینی زده. البته این نکته مهمه که این موضوع در همه بیماران اتفاق نمیفته. در درصدی از بیماران ممکنه به این شدت برسه، ولی خب هیچ وقت ما نمیدونیم از قبل چه کسی مستعد این هست و چه کسی مستعد این موضوع نیستش. استفاده از مواد با رفتارهای بزهگونه و بزهکاری ارتباط مستقیم داره. ببینید دوستان، من مدتی کارم در رابطه با دختران فراری بوده و مددکار و مسئولیت در واقع پذیرش و فرایند بازپروری دختران فرار و زنان آسیب دیده اجتماعی رو داشتم. من خیلی متاسفم که این رو خدمتتون بگم که بسیاری از کسانی که فقط یک بار استفاده از مواد کردن و دچار مسائل اجتماعی شدن، دچار مسائل روانی شدن. به طور مثال یک بار با استفاده از مواد دیگه این دختر شب مراجعه به خونه نکرده، یا توی پارتی بوده که اون پارتی یا مهمانی مشکلی رو براش به وجود آورده. ما در یک فرهنگ خاص داریم زندگی میکنیم. خب او دیگه هرگز امکان بازگشت به خونه رو در بسیاری از موارد نداره، به دلیل اینکه خانواده‌های ایرانی خانواده‌هایی هستن که پذیرش این معضلات و مشکلات رو به خصوص برای دخترانشون ندارن و یک بار یا چند بار استفاده از این مواد یا رفتارهای این گونه منجر به این شده که این دختر دیگه نتونه به خونه برگرده یا این خانم دیگه نتونه پیش همسرش برگرده و جای اون در مراکز بازپروری بهزیستی و بعد زندگی مستقل داشتنی که این زندگی مستقل قطعاً و بیشک توأم با رفتارهای بزهگونه و بزهکارانه‌ای هستش که به دلیل اینکه اون نمیتونه اون حمایت و پوشش لازم رو بگیره و همین جدایی‌های عاطفی، دور موندن از بستر خانواده، امکانات مالی نداشتن خودش مشکلات بسیار زیادی رو برای فرد به وجود میاره. اکیپ شدیم، رفتیم شمال مثلا 3 روزه رفتنمون شد 1 ماه شمال بودیم، یعنی کرایه برگشتن هم نداشتیم حتی بخوایم بیایم کرج. ماشین خواب بودیم در اصل. خب فکر کنیم خونه که نداشتیم، یا باید میرفتیم شمال یه هتل میگرفتیم برای 1 شب 2 شب. خب کرایه ماشین یعنی پول در خرجیمون از ماشین در می آوردیم، مجبور بودیم مسافر کشی بکنیم. دوباره مسافر میزدیم می اومدیم کرج، همینجوری میگشتیم واسه خودمون شهرهای مختلف. با یه آقایی که ساقی بودش، فروشنده بود، توی باغ بودیم که مامورا اومدن اونجا دستگیرمون کردن.
شما مستقیم برید الان. دو سه ماه پیش بود داشتم از اینجا رد می شدم، دیدم صدای شیشه خورده اینا میاد، صدای داد و فریاد و جیغ زن. کار همین خونه بود. آره وایسادم ببینم چه خبره، صدای در محکم میخوردم اینا، همسایه‌ها ریختن بیرون، زنگ زدن 110 اومد. بعد دیدم بچهای پلیس یه زن دستگیر کردن آوردن بیرون. بعد مشخص شد که این خانم شیشه مصرف کرده بود، توهم زده بود، بچه‌ش رو شبیه یه موجود دیگه دیده بود، سر اونو بریده بود. خلاصه خیلی تأسف خوردیم کل این محل و خودم و بعدن که من تو روزنامه پیگیری کردم ببینم چه اتفاقی واسه این خانم میفته، فهمیدم که روزنامه باهاش مصاحبه کرده بودن، میخواسته همون شب شوهرش هم به قتل برسونه که پلیس و مردم به موقع میرسن و شوهره رو نجات میدن. البته هنوز این خانم تو زندانه، ولی فکر کنم که قاضی غیر از اعدام چیز دیگه ای بهش نده، چون در صورت جنایت انجام داده. این پایانش پایان زیبایی نیست. در خیلی از موارد هست که طرف در این اینکه شیشه مصرف میکنه اختیار خودش هم داره، حالت روانیش هم در حدی نیست که مرتکب قتل بشه، متوجه نباشه، ولی در پاره از موارد هم ممکنه واقعا به عنوان یک دیوانه یا مجنون یا مختل المشاعر دادگاه باش برخورد بکنه. تو این دادگاه مواردی داشتیم که مادر تن بچه خودش رو با سیگار میسوزوند و خودش هم میگفت من نسبت به این بچه، به این زندگی نفرت دارم. حالا انگیزه رو که ازش سوال میکردی به چه دلیل نفرت داری، چی باعث نفرت شده، خودش هم نمیدونه. بعد 2 سوال که ازش بکنین که چرا مثلا نسبت به این زندگی نفرت داری، شروع میکنه گریه کردن. نشون میده که این هیچ حالت عادی نداره که داره این حرف رو میزنه یا این کار رو میکنه. زن به راحتی خانوادهش رو ترک میکنه، یعنی اون عاطفه مادری که در وجود زن یک در واقع جاذبه زیادی داره و فعال هست، به راحتی میتونه با اعتیاد به مواد روانگردان عاطفه مادری رو بگذاره کنار، بچه‌هاشو فراموش کنه. در بعضی از موارد باعث آزار و اذیت جسمانی نسبت فرزندانش بشه، در بعضی از موارد باعث شده که اونها رو آلوده بکنه، در پاره از موارد مردش رو ترک میکنه، در پاره از موارد به جهت اینکه برای مردش این کتمان بشه و افشا نشه که آلوده است، خدا نکرده تن به مسائل دیگری میده که هزینهش رو جبران کنه. یعنی موارد عدیده رو این به دنبال داره. سوار یه ماشینی شدم، انقدر حالم بد بود، توهم داشتم، حتی پولم داشتم، اومدم گوشه اون آقا رو بزنم که اون آقا متوجه شد من از ماشین پیاده شده بودم. انقدر حالم بد بود که اصلا متوجه نبودم که نباید دوباره سوار ماشین شم. گوشه اون آقا رو پرت کردم، سوار ماشین شدم که اگه منو گشته اصلا گوشش نباشه. بعد که دیگه سوار ماشین شدم گفتن نیستش و اینا، اومدم ماشین پیاده شدم، بچهای اون محل دوستاش منو دوره کردن و زنگ زدن 110 اومد، حتی من جنسم پرت کردم. بعد پسره رفت جنسمو برداشت تحویل مامورین داد و ما رو بردن کلانتری محمد شاه، بردنمون اونجا. بعد پسره اونجا به من رضایت داد، حتی گوشش هم پیدا نشد، من موندم و 1 گرم جنس. چرا؟ یه دختر دارم. دخترت چند سالشه؟ 5 سالشه. الان کجا؟ دوست مادر شوهرمه. مادر شوهرم اینو به خاطر اینکه توهم زده بودم، دیوونه شده بودم به خاطر اثر شیشه، منو فرستادنم کم. بچه‌ام یه چند مدتی ازم گرفتم بردنش درمونگاه و دکتر اینا، من تو کمپ بودم. بعد که دیگه اومدم بیرون، مادر شوهرم اینا بچه‌ها رو بهم ندادن، منم نرفتم سمتشون به خاطر اینکه هم روز اول رفتم مواد داد. الان یه موقعی یادم میفته که اصلا فلان روز اصلا من به بچه‌ام غذا ندادم، بچه‌ام گرسنه بود. فکر اصلا تو خونه اصلا هیچ کاری نمی‌کردم، واقعا من نمی‌دونم شوهرم چجوری من تحمل می‌کرد. اینکه به خودم
آبرو خودم رو بردم. الان هیچ کس قبولم نداره. شاید به ظاهر قبولم کنم ولی چه قبول؟ تو جاده چالوس مامورا شک کردم، یه جورایی مثلا الاین خودم نرفتم، گشتم مثلا شک کرده بود به من که نه گواهینامه گرفتم نه مثلا یه صدای سیستم ماشین زیاد بود، چون دوستام تابلو کردم میرسم مامور میاد جلو میگفتم صدای ضبط ماشین یه ذره مثلا بالایه، اونا زیاد کردم. مامور اومد چسبید به من دیگه تا صندوق ماشین رو داد بالا، منم ناامدی نکردم، صندوق ماشین رو دادم پایین دست طرف اون لای درای ماشین دیگه، در رفتم 3 ماه بعدش گرفتم آمار گرفتم. ما مشکلی کردن داریم بحث خشونت در جامعه هست. آمارهای ما میگه که خشونت تو سال گذشته افزایش پیدا کرده. آمارهای پزشکی قانونی میگه کسایی که به علت زد و خورد به پزشک قانونی مراجعه کردن افزایش پیدا کرده. این آمار نگران کننده است. چرا تو یک جامعه مذهبی مثل ما باید آمار خشونت زیاد بشه؟ چرا مردم به جای اینکه بیان با همدیگه صحبت بکنن مشکلاتشون حل کنن، با مشت و لگد و با وسیله‌های برنده میان اقدام به این کار میکنن؟ این پس اثراتش تو جامعه بسیار بسیار بدتر هست. البته خوشبختانه چند روز اخیر خبرهای خوبی شنیدیم. همین دستگیری توزیع کنندگان و تولید کنندگان مواد روانگردان شیشه خیلی خوبه. ما امیدواریم به زودی احکام اعدام باندهای مافیا و تولید کننده مواد محرک هم اجرا بشه تا کسانی که فکر میکنن به راحتی میتونن با زندگی مردم بازی بکنن و بیان این ماده‌ای را که بسیار بسیار مخرب است توی جامعه اینطوری رواج بدن، اینو درس عبرتی باشه براشون. چرا باید یک کشوری مثل ما با این فرهنگ دیرینی خودش نزدیک 400 تا آمار غیر رسمی داره میگه زندانی ما در کشورهای جنوب شرق آسیا کسانی داریم که اینها مواد شیشه رو بردن اونجا و ترانزیت کردن. کیس دیگری رو که در خرداد ماه سال جاری ما مورد بررسی قرار دادیم و متلاشی شد این شبکه ترانزیت شیشه به کشورهای جنوب شرق آسیا بود. این شبکه در واقع بزرگترین شبکه ترانزیت شیشه که تا کنون در سالهای اخیر در واقع کشف شده تلقی میشه و مقدار 260 کیلو شیشه رو اینها طراحی کرده بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن در پوشش در واقع نوشیدنی از کشور خارج کنن. این شبکه یک لابراتوار به اصطلاح دستی رو در واقع با امکانات ابتدایی آزمایشگاهی در منطقه از باغ‌های اطراف تهران تأسیس کرده بودن و در اونجا شیشه رو تولید می‌کردن و این شیشه بعد از انتقال به خانه‌های امن اینها در محلول به صورت مایع در می آوردن و در پوشش نوشیدنی این شیشه مایع رو در این بطری‌ها جاساز می‌کردن و به کشورهای جنوب شرق آسیا ارسال می‌کردن. خب این شبکه افراد زیادی رو سرشبکه در واقع به استخدام خودش در آورده بود و این افراد مسئولیت داشتن که مواد مخدر رو باز اگر که نیاز بیشتری داشتند از سطح آشپزخونه‌های به اصطلاح خانگی تهیه کنند و در همین فرآیند در واقع حمل با پوشش بار در واقع تجاری به یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا ارسال کنند. تأکید بکنم که بیشتر خانوم‌ها رو دارم من در موردشون صحبت میکنم. میگن که شیشه مگر جرمه؟
حتی اطلاع ندارن که اصلاحیه قانون جدید مبارزه با مخدر شیشه رو مثل هروئین میبینه. ببینید قضیه برعکس شده. ما یک زمانی وارد کننده شیشه بودیم به صورت قاچاق از آسیای جنوب شرقی، الان صادر کننده شدیم و اگر به فکر این نباشیم متاسفانه سونامی مواد روانگردان چند سال آینده کل بنیانهای جامعه ما را تهدید خواهد کرد. الان جوانهای ما به علتهای مختلف لاغر شدن، تمرکز پیدا کردن، درس خوندن زیاد، بیخوابی کشیدن برای کار کردن، انرژی پیدا کردن و چیزایی که به سمت مواد محرک دارن میرن. اکستازی با شروعش بود، الان آمفتامین ها هستن، متامفتامین ها هست و اگر مراقب نباشیم یواش یواش دنبال مواد محرک جدید هم خواهند بود که الان معضل کشورهای اروپایی است و هنوز وارد کشور ما نشده. ولی ما از کجا اطمینان داشته باشیم تا چند سال دیگه مثلا اسم مفدرین رو نشنویم؟ الان معضل اروپا است، ممکنه چند سال دیگه معضل ما هم بشه. اون دختره رو بگیره های باقری بذار یه چیز بره اول شما رو سر بام بگیرم برای داداشم اتفاقا یه فیلم بچه‌ام برد، بچه‌ام بمیره برد، نه خدایی به اول پانی چیرا بده نگرفتم نه جونه بچه‌ها من خودم بدبختم بیچاره هم به اول پانی نمی‌بینیم خریداری یا خریداری؟ خریدارم اول پانی داشتم پول بهش بدم آقای متقابل آقا اجازه بدید ما بچه‌ام بمیره رفت بیاره بخورم میگم بچه‌م بمیره رفت بیاره بادم شاید رفت بیاره باشه اول پر رفت بیاره به اول پر اینجا رو خونی میکنم خودم ای پسر ای موتوری بیا اینجای خونت بیا اینجای خونت ای پسر از اینجا رفتم بیرون دیگه میخوام سرم بدم به زندگیم. یکی اینکه محل خونه‌مو میخوام عوض کنم، یکی هم که اصلا کار که اینجا واسم پیدا شده. جای قبلی که کار میکردم بدون شرکت بود، همش هم زن، یه جورایی برشکار بودم. دوره هم جا رو 7 زدم قبل از این که بیام، قبول کرد حساب کنم. فوقش مثلا صبح میرم سر کار، شب میام، مثلا با کار کرده قدم ها هم میتونم برم جلو. قانونی که الان هست قانونی است که حامی معتادینی هست که میخوان درمان بشن. از این ظرفیت قانونی افراد استفاده کنن. من خواهش میکنم اگر یک فردی هست که بیمار منظورم معتاده، این فرد خیلی راحت میتونه با مراجعه به نزدیکترین کلینیک ترک اعتیاد خودش رو بذاره کنار. خیلی از معتادین میگن که آی دکتر من اگه بیام کلینیک ممکنه همسایه من ببینه منو. در واقع قیافه فرد از فاصله دورم مشخص میکنه که این فرد داره مواد مصرف میکنه و معتاد هست. این تابوها رو بشکنیم، مطمئن باشن از طریق سیستم درمانی هم حمایت میشن.
بعضی وقتا معتادین میگن که هزینه درمان زیاده. من به صورت متوسط میتونم بگم که حداقل مصرف مواد مخدری برای یک فرد در حال حاضر 150,000 تومان هست، در حالی که در خود همین تهران حد اکثر هزینه که برای درمان یک معتاد گرفته میشه ممکنه به 100,000 تومان برسه. یعنی از نظر مالی هم به نفع فرد معتاد هست که بیاد به سمت ترک اعتیاد. یه خواهش دیگه دارم. ببینید خواسته یا ناخواسته ممکن است معتادین دور هم تو محفلایی که داشتن بشینن و بگن که آره این پزشکان نمیدونم شما را معتاد میکنن به یه ماده دیگه به اسم متادون یا قرصایی که اینا به شما میدن خود اینها معتادتون میکنه. اصلا چنین چیزی نیست. من همیشه این مثالی میزنم برای بیماران خودم. میگم شما دیدید یک فردی که فشار خون داره هر روز باید 4-5 نوع قرص بخوره؟ میگن آره. میگم شما هم مثل همون فردی هستی که فشار خون داره که این قرص را باید مصرف بکنی تا زمانی که بدن یواش چیکار کنه، بیاد خودش را با شرایط جدید وفق بده و خودش شروع کنه مورفین را ساختن. این یک زمانی میبره. شمایی که 20 سال معتادی نمیتونی 6 ماه اینو ترک بکنی، نمیتونی 1 ماه ترک کنی، چون که ممکن است که دوباره برگردی و اوت کنی. بهتر است شما این زمان را تحت نظر پزشک مواد اون دارو رو مصرف بکنی، پزشک یواش یواش این دارو رو کم میکنه تا شما بتونی به درمان مطلوب خودت برسی.